به نام نامی حضرت حق، انشاءالله که خوب و خوش و سلامت هستید و فرصت دارید که برنامه ما رو ملاحظه بفرمایید. در برنامه امشب یا امروز، نمیدونم چه ساعتی ملاحظه میفرمایید، گذر و نظری دارم به 4 مورد اصلی. در ابتدا با تیم فوتبال امید شروع میکنم و آقای رضای عنایتی که تیم ملی امید ایران رو ترکوند. یعنی ما رفتیم تو 52 سال که راه پیدا کنیم به المپیک. آدم خیلی ساده میاد میگه که چرا ما سید 1 نیستیم، چرا ما سید 1 نشدیم، چرا نمیدونم این کار نکردید، داور کار زیاد داد، من به بچه ها گفته بودم، حرفای از این زمینه که حالا اجازه بدید من موضوعات عرض بکنم بعد بریم سراغ آقای عنایتی. پس از اون تیم ملی رو با هم خواهیم دید. تیم ملی رو خواهیم دید که آقای امیر قلعه‌نویی کوچ کرده، تیم ملی که به واقع یادگار کارلوس کیروشه. اصلا شک نکنید. خب حالا به موقعش من عرایزم رو خدمتون خواهم گفت. مورد بعدی تیم فوتبال سپاهان است و افتضاحی که این تیم به وجود آورده. البته این داستان مربوط فقط به تیم سپاهان نیست. تمام تیم‌های لیگ ما بجز استقلال خوزستان و تیم فوتبال ملوان همه تخلف کردند. آمار این را نشون میده. اما سپاهان دیگه کاری کرد کارستون. اصلا مردم رو ایشون، یعنی آقای محمد رضا ساکت، گذاشته سر کار. مصاحبهش رو پخش میکنم، اصلا از موضع وزیر امور خارجه یا رئیس جمهور داره صحبت میکنه، عینه‌هو نه این که ایشون متهم شده و بعدم خبرش اومد دیگه. 4 امتیاز کسب کردند، 40 میلیارد تومان جریمه کردند، در حالی که طبق گفته آقای تاج میبایستی تمام بازیاش 3-0 میشد. حالا اینو اجازه بدید سر بحث خودش با هم صحبت کنیم. از همه اینها آیتم دارم براتون. پس از اون سراغ استقلال خواهیم رفت. استقلالی که آقای نکونام یه چیزی میفرمایند، آقای خطیر یه چیزی میفرمایند، آقای حجت کریمی یه چیزی میفرمایند و وضعیت استقلال رو نگاهی خواهیم داشت بهش. اما همه اینها مشروط به این است که چون اسم برنامه 90 در 90 ما دور بر 90 دقیقه ببندیم. حالا اگه 4-5 دقیقه بیشتر شد، حتی 7-8 دقیقه بیشتر شد، به خاطر اکسترا تایم ما میتونیم او رو نگاه کنیم بهش. اجازه بدید که برنامه امروزمون رو با هم شروع کنیم. بازی دوممون با افغانستان بود. خدا رو 100,000 مرتبه شکر با تمام اتفاقاتی که تو زمین افتاد و شرایطی که تیم ما داشت مقابل افغانستان، با توجه به زمین کوچیکی که به هر حال در اختیار ما بود و کیفیت بد زمین، امروز تونستیم این بازی رو پشت سر بذاریم، خودمون رو آماده بکنیم، باید ریکاوری بشیم تو این 2 روز باقی مانده که بازی مهمی داریم. سرنوشت سازی رو داریم با ازبکستان که نشون داده تیم فوق‌العاده خوبیه توی همه خطوط و فکر می‌کنم که انشالله یه بازی خوبی از آب در بیاد. ما و بچه‌ها و کلاً تمام تیمی که اینجا هستیم هم قسم شدیم که کار بزرگ انجام بدیم، تمام توانمون رو به کار میگیریم. خواهش میکنم انرژی مثبت به سمت ما بفرستید، ما رو دعا بکنید تا بتونیم از این آزمون سخت سربلند بیرون بیاییم و انشالله بتونیم بریم مرحله بعدی با دعای خیر شما. خدا رو شکر که تونستیم 2 بازی قبلی رو با کمک دعای خیرشون با پیروزی پشت سر بگذاریم و اینکه بازی افغانستان یک مقدار از بازی هنگ کنگ سخت‌تر بود، ولی خدا رو شکر تونستیم 2 بازی رو ببریم و الان دیگه بچه‌ها همه یه دل شدیم و هم قسم شدیم که بتونیم جلو ازبکستان با یه نتیجه خوب ان شاءالله صدر جدول رو کسب کنیم. سلام خدمت مردم عزیز ایران. خب خدا رو شکر تونستیم 2 بازی خوب پشت سر بذاریم و دیروز تونستیم با بازی خوب تیم افغانستان رو شکست بدیم
و با یه روحیه و یه عملکرد خوب بریم سراغ ازبکستان تا بتونیم صدر جدول و با 9 امتیاز بتونیم به مرحله بعدی صعود کنیم. من باید به عرضتون برسونم دوستانی که من رو میبینن و برنامه من رو میبینن اگر جوان نباشن خب خوب میدونن که از سال 59 من چی کاره بودم، چی کار کردم، کی فوتبال رو زنده کرد در شبکه‌های سیما، کی برنامه زنده ورزشی رو راه انداخت، کی کمک کرد شبکه 3 به وجود بیاد، کی شبکه جام جم رو راه انداخت. اگر اینا رو میدونید خواهش میکنم از من انتظار نداشته باشید که من شیرین حرف بزنم. دوستان می نویسن هی از تو خاطرهای شیرین داریم، از تو اینجوریه اونجوریه. قربون شما برم، دهه 60 و 70 که من فوتبال گزارش میکردم تفاوت تیم ها، تفاوت بازیکنان، تفاوت مربیان اینی نبود که الان هست. این همه نهادهای حراستی و امنیتی دخالت در فوتبال نداشتند. شما چطور از من میخواید من چشمم رو ببندم؟ نه، من نمیتونم شیرین حرف بزنم. من ضمن اینکه آرزو دارم فوتبال ما، تیم‌های ما، باشگاه‌های ما و بازیکنان ما روز به روز درخشان‌تر بشن، وظیفه خودم میدونم که نکات رو بگم و سعی کنم که راهنمایی کنم. دیگه بعد از 66 سال عمری که خدا به من داده و 45 سال تو این فوتبال بودن و این حرفا دیگه از من انتظار نداشته باشید من بیام مثل دوستان دلبری کنم براتون. نه، اگه دلبری میخواید اصلا برنامه من رو نگاه نکنید. فوتبال ورزش زیبایی است، فوتبال مردمی ترین ورزش دنیاست و کشور ما با قریب 100 میلیون، ما قریب 100 میلیون جمعیتیم، پا برهنه‌های فوتبال ما میتونن تیم ملی رو بدند، تیم ملی امیدی رو بدند که جای بحث گفتگو نداشته باشه. همین الان اگر ایران رو به 4 منطقه ما تقسیم کنیم، شرق و غرب و شمال و جنوب، با 4 تا تیم ملی و 4 تا تیم امید میتونیم داشته باشیم. چی میگید شما؟ یکی منو متهم میکنه که چرا به امیر قلعه‌نویی شما اشکال میگیری. آقا امیر بیشتر از شما رفیق منه. آقا برای شما اگر اینها آدم هایی هستند که دور از دسترسم، برای من که اینجوری نبودن. که نذارید من قصه هایی رو بگم که خوب نیست. آقای علی پروین من یک بار چایی خوردم باش، هزاران هزار بار دیدمش. اون یک بار چایی هم در الجزایر خوردیم، دیدار برگشت ایران الجزایر جام بین قاره‌ای. حسن آقای روشن یک بار چایی خوردیم، دعوتش کرده بودم 8 سال پیش، توی شرکتی کار میکردم، یه برنامه ازش بگیرم به اسم 60-70. منصور خان پورایدری عزیز دلم بود. این مرد متین بود، ساکت بود، آروم بود، درد دل زیاد داشت. یا ناصر حجازی، ورزش نگاه 5شون آوردم، چه حرفایی مرحوم حجازی به من زد. خب از من نخواید وقتی میدونم چه خطی کیا رو مطرح میکنه، چه کسانی رو جلوی چشم میاره و جوانها همه به اون سمت میرن، بعد جمله خیلی از شماها انتظار نداشته باشید من مثل خیلی ها از موضوع شیفتگی نسبت به اینا صحبت بکنم. من چجوری از موضوع شیفتگی راجع به رضا عنایتی که تنها تجربه فوتبالش هوادار بی هوادار بوده من تعریف و تمجید بکنم؟ بعدم آقایون بیان به خاطر اینکه قضیه رو ماسمالی کنند بیان عکس آقای خاکپور رو بزنند، مهدی مهدوی کیا رو بزنند و رضا عنایتی رو. رضا عنایتی با خاکپور یکیه؟ رضا عنایتی با مهدی مهدوی کیا یکیه؟ چرا تو قبول کردی آقای عنایتی؟ تازه میای منت میذاری که من خیلی شهامت داشتم که اومدم گرفتم. ما این شهامت رو تو نمیخوایم آقای عنایتی. شما عزیزی محترمی در اون بخشی که مربی فوتبال بودی، آقا عجب رویی داری تو طلبکارم شدی. اصلا استایل و شیوه حرف زدن آقایون شده ساکت، یعنی همه طلب دارند.
بعد میگه هر کم که اشکال میگیره، اشکال به این جهت میگیره که منفعت داره. شما در راه خدا اومدی یا رفته بودی امام رضا نذر کرده بودی یاره که بیای توی ملی امیدو بگیری دستت؟ نه خیر، تو رو امیر قلعه‌نویی گذاشت اونجا که پتانسیل بشی برای اینکه استقلال رو بگیری و امیر احاطه داشته باشه به استقلال. به من نگید، به من امیر قلعه‌نویی رو معرفی نکنید. امیر خیلی بچه با معرفتی هم هست، اما امیر قلعه‌نویی همین یک هست. تیم امید باخت. چی دیدید در تیم امید؟ چی دیدید؟ گویا این تیم داره با یکی از تیم‌های ملی اروپایی بازی میکنه. یاسین سلمانی رو میگیره تعویض میکنه. خط دفاع 10 تا پاس اشتباه میده. دروازه‌بان پاس اشتباه میده. خالد آبادی پاس اشتباه میده. حزباوی که قطر این همه پول داده آوردنش ایشون پاس اشتباه میده. پس چی کار کردی آقای عنایتی؟ اگر میگی وقت نداشتیم، مگه تو نمیدونستی که وقت چقدره؟ الان که میخوای بری هانگجو برمیگردی میگی که الان هم که تیم داره عوض میشه و یه تعدادی از بازیکنان نیستن. آقا استعفا بده برادر، استعفا بده عزیز من. کسی نمیگه آخ چرا رفتی. شما میبایستی در محاکمه فوتبالی محاکمه بشی. نه خط دفاعی درست کردی. خط دفاعی تو نمیدونست چی داره میکنه، کجای کار قرار داره، پاس دفاعیش چجوریه، پاس تو عرضش چجوریه، چند تا پاس اشتباه. شما نمیتونستی تیم رو در عمق ببندی. شما نمیتونستی تیم رو برای حمله که میری یه دفاع وسطت بیاد کمک بکنه، هافک دفاعی اضافه بشه به خط هافکت و بتونید جلو برید. تو یاسین سلمانی رو نابود کردی. بازی کنی که 3 تا 4 تا دریبل میزنه رو کشیدی بیرون. برای چی کشیدی بیرون؟ تو مصاحبه قبل از بازی میگی من تیم دفاعی اومدم برای تساوی به میدان ببرم. یعنی چی؟ شما با امید تساوی بری؟ آخه مگه قانون فوتبال یه روز و 2 روزه؟ آخه این نگاه بکن آقای قلعه‌نویی که میای حق نمی‌کنی این آدم رو به تیم ملی، حق نمی‌کنی به عنوان سرمربی تیم ملی امید، و ایشون تازه منت هم رو مردم میذاره. بعدم هر کم ازش انتقاد بکنه میگه که اونها منافع دارن. بیشتر از همه تو و امیر قلعه‌نویی منافع دارید که $1,000,000 معادل $1,000,000 آقای قلعه‌نویی قرارداد بسته. با کی حرف میزنید؟ شما بگه با بچه‌ای به اسم میثاقی حرف میزنید، با صالح نیایی حرف میزنید که شما رو بزرگ کرده، از گونده هاتون تا جووناتون پروندهشون رو تو فایل هم دارم. آقای عنایتی تو 2007 که رفتی شاگرد آقای قلعه‌نویی شدی، از همونجا بستی با آقای قلعه‌نویی. آقای عنایتی تو با چه جرأتی از تیم هوادار میای سرمربی تیم ملی امید میشی؟ حسین فرکی، نوید کیا، مهدوی کیا، وحید هاشمیان و خیلی های دیگر رو حذف میکنید با قدرت امیر قلعه‌نویی. لطف کنید، ببخشید من عصبانی هستم، حسرت ما رو برای المپیکا به 52 سال رسوند.
فقط که عذرخواهی بکنم از فوتبال دوستای خوبمون، اونایی که به هر حال نگران تیم ملی بودن و عذرخواهی بکنم ازشون. خب ما میدونستیم به شرایط ما به لحاظ اینکه یک تیم از تو این گروه عبور میکنه و به مرحله بعد میره یک مقدار سخت هست و پیش بینی هم کرده بودیم که بازی با ازبکستان که خب شما میدونید که یکی از قدرت‌های تیم‌های پایه زیر 23 سال آسیا هم هستش و شرایط فوق‌العاده خوبی دارن. ضمن اینکه ما تمام تلاشمون بازی اول و دوم انجام دادیم و یه مقدار این قانون‌های کارت زرد اینا دست پاگیر شد برای ما، مخصوصا ما تو بازی دوم که مجبور شدیم هم حزباقی هم آقای یاسین سلمانی رو بذاریم بیرون به خاطر اینکه کارت زرد دوم نگیرن و مقابل ازبکستان محروم نباشن. شرایط یه مقدار شرایط نرمالی نبود، هم با نظر اینکه شما توی این زمین اگه با هنگ کنگ و توی زمینی که آخرین بازی ما با خود ازبک بود اگه ما بازی میکردیم با هنگ کنگ و افغانستان مطمئنا شرایط خیلی فرق می‌کرد. من به شما همون اوایل اردو هم به دوستان عرض کردم که زمینی که ما هستیم زمین خوبی نیست و یه مقداری هم شرایط ما سخت شد، ولی واقعا تیم ازبکستان تو روز بازی و ما تیم فوق‌العاده خوبی بود. همون چیزی که انتظار داشتیم واقعا همون چیزی که ما انتظار داشتیم واقعا همینطوری بود و شما میدونین که قبل اینکه با ما بازی بکنم حدود 7 یا 8 بازی فوق‌العاده خوب انجام داده بودم با تیم‌های بسیار خوب، تدارکات بسیار خوب و بعد ما فکر می‌کنم نزدیک به 20 روز دیگه با اسپانیا بازی می‌کنن. خب این نشون میده که خیلی تمهیدات خوبی رو داشتن. من فقط با تشکر بکنم از دوستانم تو مدت کمی که ما با هم بودیم تمام تلاششون کردن که ما یه اتفاق خوب برای تیممون بیفته و شرمندم که یه اتفاق نیفتاد. ببینید یه مقداری استرس به نظر من، چون وقتی یه تیم به خاطر کارت زرد حذف میشه، من 9 تا بازی رو سر این تیم بودم، خودتون میدونید 4 تا بازی توی عراق خب که بازی‌های دوستانه ما بود، 3 تا بازی هم توی ترکیه من با تیم بودم و الان هم 3 تا بازی، یعنی توی این 9 تا بازی که انجام دادیم تنها باختمون هم همین باخت بود. حالا باخت روی ضربات پنالتی رو توی بازی حساب نکنیم، باخت بعد ما بعد موقع گل خوردیم، بعد اینکه گل خوردیم کلا شیرازه تیممون پاشید و موقعیت‌های متعددی هم دادیم، چون من واقعا خودم بازی رو تو نیمه دوم هستم ولی بازی نیمه اولمون بازی تحت کنترل خودمون بود. درست که هم ازبک حمله میکرد هم ما، ولی تو نیمه دوم دیگه شرایط یکم سخت شد وقتی گل خوردیم و میگم که ما گوشزد کرده بودیم از خود بچه‌ها. شما بپرسین من دقیقاً وقتی که شروع کردم با این تیم میدونستم که کارت زرد شاید دردسر بشه برامون. گفته بودیم به بچه‌ها من هر بازی هر جلسه‌ای که ما داشتیم از خود بچه‌ها میتونستید هر جلسه و هر بازی گفتم که نشه این اتفاق بیفته، ولی دیگه فکر کنم یکم کم تجربگی بود و انشالله که اتفاقات خوب بیفته. اصلا بس اشباح بازیکن‌ها بعد بازی بلافاصله داشتن مصاحبه می‌کردن. نه اشباح شدن اصلا تو ما وجود نداشت. ما ببینید میدونستیم که بازی سختی رو مقابل ازبکستان داریم. ازبکستان گفتم دوباره تکرار نمی‌کنم که یکی از 2 تا قدرت آسیاست و هممون میدونیم حتی تو رده پایین‌تر هم شرایط بهتری رو دارن، ولی ما بعد گلی که دقیقه 47 خوردیم این مقدار شیرازه کارمون پاشید و بچه‌ها تمرکزشون از دست دادن و یه مقدار کار برامون سخت شد. من این موضوع رو قبول ندارم، بچه‌ها همه توانشون گذاشتن. جو ورزشگاه طوری بود که به هر حال به سمت ازبکستان رفت و ما وقتی گل خوردیم موقعیت‌های زیادی رو دادیم به تیم ازبکستانی. طبیعی بود. گرفتن دست دید دوی رقابت و همگویی با ازبکستان. شما میدونید که این نتیجه عملکرد خوب گذشته بوده. این چقدر تاثیرگذار بوده اینکه شما بخواید مثلا با ازبکستان در مرحله نهایی قرار بگیرید. قرعه یه اتفاق بزرگ برای یه تیم میتونه باشه دیگه. قرعه کشی یعنی یه اتفاق خوب و یه اتفاق بد. شما وقتی تو 11 تای سید یک نیستی و تیم 12 هم هستی باید خودت آماده بکنی برای هر اتفاقی و متاسفانه اصلا همین باعث شد که ما یه مقداری هم تمرکزمون از دست بره، هم واقعا لحاظ روی تیممون بیاد پایین که ما چرا تو سید یک نیستیم و تو 11 تا تیم 12 هم مجلس. خب اینا همه دست به دست هم داد که این اتفاق بیفته، ولی
توجیه نمی‌کنیم کار رو. ما بزرگامون باید بزرگی میکردن واقعا. این کارت زردی که ما خیلی خیلی مفت گرفتیم، هرچند که من واقعا گله‌مندم از نحوه داوری، چون 3-4 تا کارت اون اصلا عجیب غریب بود. ببینید میزبان میتونه از شرایط میزبانش به نحو حسن استفاده کنه و فکر میکنم که ازبک ها به نحو حسن این کار رو انجام دادن. حالا زمین و به هر حال کارت دادن داورا توجه شرایطی به وجود اومده، ببخشید آینده رو چطور می‌بینید آقای عنایتی با این تیم که الان به هر حال خیلی ببینید من فقط یه چیزی میخوام، حالا آینده هر اتفاقی که میخواد بیفته اونا رو دوستان ما باید توی فدراسیون تصمیم گیری بکنم، ولی هر اتفاقی میفته یه برنامه بلند مدت داشته باشیم. تیم کلا تیمی که در اختیار من بوده یه 12 روز بوده، یه 7 روز، یعنی با 19 روز ما رفتیم بازی‌های مقدماتی، بعدش هم داریم میریم هانجو. حالا هانجو هم که خب تعداد بازیکنامون زیاد عوض میشن، خب با اونام که اصلا تمرین نکردن، ولی اگه هر کاری میخواد بشه باید برنامه‌ریزی بلند مدت بشه. به یه نفر واگذار خواهد شد. خب اگه این اتفاق بیفته شما نمیتونید که توقع اتفاقات بزرگ رو داشته باشیم. به نظر من باید از همین الان برنامه‌ریزی کرد، یه نفر رو که به هر حال واجب شرایط هست بذارن رو سر تیم و انشالله برم ببرم. حالا بذاریم من برم هانجو برگردم، الان ذهنم درگیر هانجو هست. الان ما الان داریم در مورد داشتن، من تمام تلاشمو کردم، هیچ کس هم جرئت نداشت این تیمو بگیره و من باز دوباره خودم ریسکش کردم، چون واهمه ندارم از اتفاقاتی که میفته. به خاطر یه 2 تا کارت زرد ما حذف شدیم از این مرحله و خودمون هم میدونستیم که شرایطمون فوق العاده شرایط سختیه. تلاشمون رو کردیم. من به بچه‌ها خسته نباشید میگم و خسته نباشید میگم و امیدوارم که اتفاقات خوب و برنامه‌ریزی‌های بلند انشالله برای تیم‌های پایمون اتفاق بیفته. مشاهده کردید تیم داره میره هانگژو، حالا ایشون نقش قربانی رو بازی میکنه. آقا کسی که قبول میکنه سرمربی تیم ملی امید بشه، تیم ملی بشه، مسئولیت داره. چرا ما سیدی 1 نیستیم؟ تو چرا این تیم رو نتونستی ردیف بکنی که صعود بکنه؟ ازبکستان یکی از 2 قدرت برتر قاره آسیاست. پس کره و استرالیا و ژاپن و عربستان و قطر و اینا قدرت نیستن. تو که نتونستی از پس مالزی و تیمای اینجوری بر بیای بالا. آخه من کدومش رو به شما بگم؟ یک پدیده ای از دهه 80 در مملکت ما راه افتاده، قربون شما برم، و این است که مردم و خیلی ها بسیار وقیح شدن، راست نگاه میکنن تو چشتون و دروغ میگن، بدهکارن، طلبکار میشن. دلارت گرفتی، قرارداد دلاری بستی، پولت گرفتی، سفرت رفتی، عراقت رفتی، حالا داری میری برای هانگژو. بعدم خیلی زرنگی آقای عنایتی، خیلی زرنگی. مصاحبه های شما رو تو برنامه قبلا پخش کردم، یه برنامه راجع به امید ساختم، اگر ندیدید برید ببینید تو یوتیوب این برنامه رو، ببینید اینا رو گفتم یا نگفتم. براتون پیشنهاد کردم که با به این تیم امیدی نیست یا خیر. من راجع به تیم های خاکپور هم گفتم، در کانادا گفتم، برنامه‌ش هم هست، گفتم اون تیم هم هیچی نمیشه. ما دونه دونه آدمامون، استعدادامون رو میسوزونیم. ما بی برنامه قدم برمیداریم وقتی دعوا بکش هست برای اینکه تیم المپیکه یا تیم متعلق به فدراسیون فوتباله، بکش میکنیم. وقتی باشگاه ها یار نمیدن، وقتی برای خروج بازیکن به جهت سربازی اجازه نمیدن، وقتی مطبوعاتی های ما شتیل میگیرند که یکی رو بالا ببرن یکی پایین ببرن و همه میبینیم و هیچی نمیگیم، وقتی جوانای ما گول تیترهای فضای مجازی کثیف ما رو میخورن، خب همین میشه. ما شانس آوردیم که یه دونه خوردیم، بیشتر هم نخوردیم، نه اینکه فرصت نداشتیم.
اما ما شکل نداشتیم. حسین زاده ما به اون قشنگی بازی میکنه تو تیم سپاهان، آقای ساکت میره یار میخره و این جوان رو میذاره کنار. شما حزباوی رو داشتید که حسرت دارن تیمای دیگه همچین آدمی داشته باشن. یاسین سلمانی، خالد آبادی، الله یار صیادمنش. چی میگی آقای عنایتی؟ تو قدرت جمع کردن تیمو نداشتی، تو با چه جرأتی قبول کردی؟ این فوتباله. ولی من دیگه به تنگ اومدم. آخه چند دوره ببینم؟ من 58 که ما اون سال انتخاب شدیم، ما برای المپیک مسکو انتخاب شدیم. تیم آقای حسن، آقای حبیبی، تیم ملی اون موقع عرض به حضور شما اینجور نبود که زیر 23 سال باشه. تیم ملی ها میرفتن از 1992 بارسلون به بعد شد زیر 23 سال. اون سال ما جواز گرفتیم. آقایون انقلابیگریشون گل کرده بود دیگه، زدن ورزش ما رو برای 10 سال نابود کردن، 12 سال نابود کردن. یعنی ما المپیک مسکو 80 نرفتیم، 84 هم نرفتیم تا 88 سئول هم که یادتونه نبودیم و این ادامه پیدا کرد تا امروز. بعد در حالی که اینو میدونی، شما میدونید، میاد عنایتی رو میذاری سرمربی تیم ملی. داور رو دیدی 2 تا کارت زرد داد، بازیکن اخراج نکرد. زور نداشتیم که با تیم ازبکستان رو حذف کنیم. سرپرست تیم آقای فرقانی به جای اینکه تیم آروم کنه خودش هم کارت میگیره. آقای عنایتی نمیدونست که نباید تعداد کارت بره بالا و میتونه در یک همچین شرایط خاصی مشکل ساز بشه. بعد اومده گفته من به بچه ها گفتم که شما سعی کنید کارت نگیرید. سعی کنید چیه؟ آقا یک زمانی مربی میشست، حتی علی آقای پروین مرحوم دهداری که جای خود داره، حسن آقای حبیبی که جای خود داره، حشمت خان جای خود داره، هم دوست بودن، هم رفیق بودن، هم ابهت داشتن. آخه عنایتی که شما میبینید راست داره دروغ میگه. آخرین مصاحبه که قبل از ایران بره زمینه رو ساخته بود که ما به چی میرسیم. از این دیگه چه انتظاری؟ آقای عنایتی بازم میگم شما میبایستی به جهت اینکه توانایی نداری محاکمه بشی. آقای قلنویی باید بیاد جواب پس بده. فعلا برکشون آقای قلنوییه، آنگولا میزنه و بلغارستان رو با بخت بالا میزنه و 6 برد و 1 تساوی داره و الان شد 7 برد. اصلا ما می‌سیم که رفتیم هلند رو زدیم. آقا ژاپن داره ترکیه رو میزنه، ژاپن داره آلمان رو میزنه. ما اومدیم پیکان مدل 1360 رو گرفتیم به اسم امیر قلنویی روش حساب میکنیم. به خدا قصد توهین ندارم، به والله ندارم. امیر بچه خوبیه، موفق ترین مربی ما بوده، یه لیگ ماست دیگه که ایشون موفق ترین بوده، هرچند که از 92 دیگه ایشون هیچ قهرمانی نداره. ولی کن خرجی نکردیم برای مربیان ما. آقای تاج همین الان شما مربی بیار. آقای تاج همین سرنوشت ما خواهد بود در جام ملت‌ها. طارمی داره بازی خودشو میکنه، جهانبخش داره بازی خودشو میکنه، شجاع خلیلزاده داره بازی خودشو میکنه، رضاییان داره بازی خودشو میکنه، محبی داره بازی خودشو میکنه. ما تیم نیستیم آقای تاج. آقای تاج شما نزدیکتر از همه بودی به آقای کیروش و در طول سالهایی که کیروش بود تیمو دیدی. شما تیمی که نگاه میکردید حالا دفاعی بازی میکرد، بلکه توان ما بیش از اون نبود. حالا تو ایران هم نشستن این روزنامه‌های داخلی رو میخونند، خب جفسازی سایت ها رو میبینن تو فضای مجازی. کیروش و قلنویی رو میکنن یکی، آقای مایلی کهن هم که سر و تای همه رو یکی میکنه، با دایی دعوا میکنه، با فتح‌الله دعوا میکنه، با قلنویی دعوا میکنه. ایشون هم میگه موزامبیکی جو درست میکنن. آقای جلالی هم میاد قسم میخوره که آقای قلنویی از خوزه مورینیو بهتره. خب من سرمون به کجا بزنم؟ به کدوم دیوار بزنم؟ این میشه جوی که هست. آقای روشن هم که میاد اون حرف میزنه، علی آقای پروین هم این حرف میزنه.
شرایط تیم ملی چجور بود اولا و اینکه بازی بدون تماشاگر؟ اولا باید تشکر بکنیم از من و آقای مناجتی از فدراسیون تصمیم گرفتن که از پیشکسوت‌ها دعوت کنن یه چایی باشون بخوریم با تیم ملی با اعضا. بعد خب منتهای آرزو ما هم همین بوده که تیم ملی رو ببینیم، منتها نمیشد همینطوری خودمون بیایم، ولی کار فدراسیون خوب بود، ازشون تشکر میکنیم. بازی هم بد نبود، اونا تیمشون زور نداشت، خیلی خوب بودن، از تکنیک از ما خیلی سرتر بودن، منتها ما باید اینا رو میبردیم، اینطوری میبردیم تا بتونیم تیممون انتخاب کنیم. روند حضور آقای قلینویی رو چطور می‌بینی آقای روشن؟ تیم ملی فکر می‌کنی موفق میشه نشون میده؟ هممون امیدواریم که بشه. قطعاً دشمنش هم باید اگر ایرانی باشه باید این حمایت رو بکنه، اما برای بازی آسیایی فکر میکنم به خاطر اینکه وقت زیادی برای جوانگرایی نداریم فعلا با این تیم دارن، با این بچه ها، چون هنوز تیم مشخص نیست که کیا باید تون 22 تا قرار بگیرن، اما تغییر اساسی یا تغییر نسل برای جام جهانی بعد از بازی آسیایی امکانش هست، با لازم، چون اونجا ما چه تیممون مسن باشه چه جوان باشه نتیجه اونچنانی نخواهیم گرفت، فقط رفتنش برامون یه پیروزیه، ولی به هر حال تغییر نسل خیلی سخته. حالا خوشبختانه یا بدبختانه چون ما آسیا چندین سال نتیجه نگرفتیم منتظر یه نتیجه هست ان شاء الله. الان بخوایم مقایسه کنیم بازی تدارکاتی آلمان با ژاپن بازی میکنه، همه ایران میاد با آنگولا، میشه انتظار داشت با این شرایط با این امکانات و بازی‌ها انتظار قهرمانی یا سکوی اول داشت؟ ببینید ما مسائل سیاسیمون هم قاطی شده، یا اینی که بگیم پول نداریم که نه پول داریم، یعنی برای پول نیست که نمیان، مسائل سیاسی که تیم‌ها نمیان اینجا، چون تو مسائل مثلا فوتبال خیلی چیز کمبودا داریم که به این دلیل هم نمیان. به هر حال اینا نمیان اونا نمیان، مجبوریم با اینا بازی کنیم. روشن شرایط ورزشگاه آزادی هم حالا بعد به تأسیس این ورزشگاه بهتر شده و من با خدا رحمت کنه آقای دانایفرد پدر ایرج خدا بیامرز علی آقا صندلیای اینجا رو 50 سال پیش منم شماره می نوشتم. شما خودتون؟ من علی آقا گرفته بود و منم چون صندلی شماره گذاریم کرد. آره شما خطمون خوب بود. الان شرایط چطوره؟ الان قبل از اینی که حالا من بدونم تو شرکت توسعه‌ای که اصلا معنی شما نمیفهمیدیم چیه، دیدم که یک حرکتی شده قبل از اینی که این آقایون بیان اونجا. وقتی شده آدم میتونه ببینه. من از کسای دیگه که اینجا رو توضیح میدادن داریم درست میکنیم، ببینید یه کار اساسی که اینجا شده نشون میده که کار داره میشه، اونم غیرگونیشه. هیچ وقت زیر صندلی رو غیرگونی نمیکردن، حالا شاید اون 50 سال پیش. بعدن که گفتیم دستشون درد نکنه دیدیم رئیس رؤساش اومدن که آقا اینطوری شده میخوایم این حرفی که میخوام بزنم 3-4 تا از رئیسای قبلم زده بودن، میخوایم برای پیشکسوت‌های استقلال و پرسپولیس هم 2 تا جایگاه درست کنیم، وسط هم برای غیر از این 2 تا تیم. خب اینا نشونه های خوبیه، اما اینا هنوز این کارا دست اوناست، ولی اینکه پیشکسوت‌ها وقت راه نمیدن چی؟ با گزارش دیدار تیم‌های ملی فوتبال کشورمون و تیم ملی آنگولا در خدمتتون هستیم. یک بازی دوستانه و تدارکاتی، بازی رو باز هم به جریان میندازن. فردی آلفردو ریبری اونجا یه موقعیت برای گل اول میره دروازه باز این فرصتش و بله مهدی طارمی اشتباه خط دفاع و دروازه‌بان تیم ملی آنگولا و گل اول به ثمر میرسه. ببینید اینجا اشتباه کاپیتان تیم آنگولا تو اول رو درآوردن و از خود گذشته ترابی اینجا پاس رو داد، مهیا کرد تا مهدی طارمی زننده گل اول برای تیم ملی فوتبال کشورمون باشه. اینجا تو گیری خوب
ضربه قدوس رو برگردونه، دوباره ترابی و در نهایت مهدی طارمی. حالا اونجا ترابی رو ثابت میکنه، از کنارش داره اوورلپ میکنه میلاد محمدی. حالا پاس رو بهش میده، محمدی برمیگرده، یک کارت بک، یک موقعیت و گل دوم مهدی طارمی به یک قدمی جواد نکونام میرسه در تعداد گل‌های ملی، رسید به رکورد جواد نکونام، یه گل دیگه بزنه با 39 گل ملی از جواد نکونام رد میشه. اینجا پاس میلاد محمدی، یه بغل پای مطمئن برای مهاجم اول باشگاه پورتو. به این ترتیب دروازه ادیلسون داکروز و تیم ملی آنگولا رو باز میکنه. ایران 2 آنگولا 0. مهدی ترابی حالا حرکت میکنه، تو میزنه مهدی ترابی و میریم برای گل سوم و ببینیم گل به نام صادق محرمی. باید هم راضی باشه امین خان قلمی، خیلی خوب بچه‌ها تا اینجا کار کرده. اینجا ترابی رو ببینید، یه شوک داد تو زد، اینجا توی اسپاس رو داد و بله صادق محرمی اولین گل ملی خودش رو به ثمر میرسونه در این دیدار و حساب کار 3-0 به نفع ایران. 2 پاس گل از مهدی ترابی، همونجا مستقیم به سمت شاتی، یه لحظه مهدی طارمی اونجا توپش خورد به سر یکی از بازیکن خودمون و به کرنر رفت. سالوادور تا کجا عقب اومده، بازم توپو لو دادن، موقعیت برای بازیکنان ما و ضربه سری که سامان قدوس از کنار دروازه به بیرون زد. سامان قدوس. فاز هجومی تیم ملی ایران اونجا جهانبخش از راست به چپ متمایل شده، حالا برای طارمی که اومدی کار تکنیکی بکنه، فردی ارسال میکنه، ضربه سر و این توپ که به بیرون میره و سر رو ظاهرا چشمی زد. کرنر به نفع آنگولا. برنامه عربستان رو به دست آورد، حالا کرنر میزنه پای چپ و اونجا یه ضربه سر ناگهانی رو زد سواو پاچینسیا. این سمت حرکت کرده ترابی، حالا توپو به ترابی میده، میلاد محمدی چه سرعتی رو به لب میکنه خود ترابی و دقت لازم رو نداشت ضربه‌ای که مهدی ترابی زد. فردی حالا ارسال میکنه، تون دو تیز مشت میکنه تو پیامه نیازمند، روی ریباند هم اونجا ضربه ولادمیرو لامیرا راهی اوت میشه. آخرین لیستشون حضور داره، یه پاس بلند این سمت علیرضا جهانبخش، اونجا چه اشتباهی میکنه داکروز، دروازه خالی از جهانبخش، توپش زد اونجا برگردون کارنیرو، بازم جهانبخش ارسال میکنه روی تیر 2، فرصت هست و این بار جمع میکنه آدیلسون داکروز. ببینید چه اشتباهی کرد، اومد پشت پا رو جمع کنه. اینجا جهانبخش حرکت کرد، نتونست به توپ برسه، جهانبخش اومد خودش دروازه رو باز کنه. حالا جهانبخش ارسال میکنه، اینجا توپ هست روی سر مهدی طارمی رد میشه. اشتباه موقعیت بر بازیکن آنگولا، ببینیم میتونن به گل برسن یا خیر. این فرصت رو از دست میده کریستواو پاچینسیا، تو به کارنیرو میرسه، رو به جلو بازی رو باز میکنه اونجا با فردی و ضربه‌ای که پیام نیازمند میگیره. فکر کنم این اولین ضربه تو چارچوبی بود که زدن آنگولایی‌ها. پشت پا رو هدف میگیره اونجا، شجاع خلیزاده خودش میرسونه، خطا به نظر میرسه از پاچینسیا و این ضربه که پیام نیازمند واکنش نشون میده و خطا. چقدر بد دارن بازی میکنن بازم بازیکن آنگولا، اونجا خطا رو ساکالومبا انجام میده. امروز هم ژاپنی که این حرکت رو ببینیم، یه موقعیتی ارسال رو به جلو، میریم برای گل 4. محبی چه فرصتی از دست داد و توپش درست به جایی رفت که آدیلسون داکروز حضور داشت. اینجا مقام رو پاس داد، حرکت کرد، 2 گرفت از حاجصفی، این ارسال رو به جلو و بغل پای محبی درست به جایی رفت که شیجه زده بود آدیلسون داکروز. یه باری از این نما ببینید، موقعیت خوب برای تیم ملی کشورمون. محبی رو به عقب، حالا برای مقانلو، یه نفر دیری میکنه شهریار مقانلو و گل 4. شهریاری که این اولی موقعیتی بود که در نیمه دوم براش ایجاد کردن، بعد دروازه رو باز میکنه شهریار مقانلو، حساب کارو 4-0 میکنه. این چقدر باهوش بازی کرد حاجصفی، پاسو کات بک داد بین 2 نفر، در حالی که 2 تا مدافع روشون به سمت محبی بود و دید که حرکت کرده شهریار مقانلو و پاس داد مقانلو هم اینجا یه دیری یه لایه یه بغل پای چپ و گل 4. شهریار مقانلو
و سوت پایان بازی برتری 4-0 تیم ملی فوتبال کشورمون در مقابل آنگولا. امیدوارم از این بازی لذت برده باشید. درخواستمو گفتم دیگه، رئیس جمهور که به این استادیوم و مجموعه نگاه ملی داشته باشه، نگاه اول پروژه داشته باشه و برای باشگاهامون در لیگ قهرمانان آرزو موفقیت میکنیم. هرچند جای استقلالم خالیه و ما اوایلم خیلی تلاش کردیم که استقلال حذف نشه، ولی متاسفانه این اتفاق افتاد. برای سایر نمایندگان آرزو موفقیت میکنیم. ولی بله، چون این همه بیننده داره، از همین الان به قول شما، از همین الان هر مسئولی که میتونه کمک کنه از همین امشب باید شروع کنه به کمک کردن. حتما ما هم اگه حرف ما رو که کسی نمیخونه، اگه خون هر جایی که نیازه باید بریم کمک کنیم. من یه خاطره بگم تموم بشه بره. من یه روز فکر کنم یا مربی سپاهان بودم یا از سال اول گلگهرم بود. تراکتور ساتی داشت میرفت جام باشگاه آسیا. آقای خطیبی هم سرمربی بود، همین آقای نصیرزاده هم فکر کنم مدیر عامل بود. یه روز دیدم آقای نصیرزاده به من زنگ زد، آقا ما 4 تا ممنوع خروج داریم که پرونده دست رفیق شماست. حالا من یه باشگاه دیگه است، گفتم آره فلانی دوست منه که اسمش هم نمیارم، ازشونم تشکر کنم، فقط یه ذره کار اداریشو می‌خواستن تسریع کنن. خب من بلند شدم رفتم این کار رو انجام دادم که یکیشم سامان نریمان جهان بود و 3-4 تای دیگه که خوشبختانه تیم تراکتور تو اون مرحله هم رفت مرحله بعد. وظیفه ماست. حالا اگه ما یه باشگاه دیگه هستیم باید به باشگاه دیگه اگه میتونیم کمکی کنیم قدمی برداریم. این وظیفه ماست. از فردا من از الان از آقای رئیس جمهور خواهش کردم، از آقای دکتر منظور مدیریت برنامه بودجه خواهش میکنم که نگاه داشته باشن، کمک کنم به شرکت تجهیز، به وزیر محترم ورزش. هم یادم رفت از آقای دکتر سجادی نهایت تشکر رو بکنیم. واقعا در اون زمانی که بود نهایت توانش رو انجام داد و پیشرفت‌های خوبی هم در زمان آقای سجادی بود. ولی خوشحالیم که آقای کیومرثخان هاشمی اومده. امیدواریم مجلس هم یه رأی خوبی بده، چون ایشون هم از جنس فوتباله و بتونیم بریم به سمتی که یه ورزش خوبی داشته باشیم که مردم از ورزش ما لذت ببرن. برای کاروان آسیایی هانگژو هم آرزوی موفقیت میکنم. نه، ما خدمت شما عرض کردم که یه مقدار بچه‌ها بعد اینکه گل سوم زدن بی انگیزه تر شد. این در نیمه اول هم مشهود بود، اصلا به اسم بازیکن ربطی نداره. این یه چیز طبیعیه، بعد این نگرش ولی عوض بشه. ما باید به سمتی بریم که تو هر شرایطی ساختارمون رو حفظ کنیم، چه تو حمله چه تو دفاع، سرعت بازیمون رو ببریم بالاتر. و ما بعد بازی هم با آقای آنتونیو و بقیه همکارا راجع به این مسئله بود. روندمون روند خوبیه، راهمون راه خوبیه، ولی گفتم باید پیشرفت کنیم، بهتر از این باشیم. بازیکن خاصی نبود، همه اونایی هم که رفتن تو زمین تلاش کردن که بهترین عملکرد و کیفیتشون رو داشته باشن، ولی طبیعی بود، هم زمین خراب بود، هم بالاخره چند روز دیگه بازیکنامون بازی دارن، این مقدار شرایط سلامتیشون به خاطر زمین از خودشون محافظت میکرد. ولی من قبول دارم در کل حرفشون. میشه زر بلندتر از ببین، من دنبال بهانه‌جویی نیستم. خب من در هر تیم باشگاهی هم که بودم یا شرایط جدولشون خوب نبود، یا هم شرایط جدول خوب نبود هم پول نداشتن.
ولی نمی اومدم بهانه جویی کنم. تو با شرایط موجود وقتی مسئولیت قبول کردیم باید هر آنچه که در توان داریم انجام بدیم. الان شرایط فوتبال مملکت شرایط اونجوری که همه می‌خوایم نیستن. به خود منم دوست دارم با تیمای قوی‌تر بازی کنیم. نامه هم زدم، کتبی هم هستش. حالا 2 تا مشکل داریم. یه سری مشکلات ارتباطیه که یکی باید عقب این برنامه ریزی میشه، یکم که اصلا پول نداریم که گوگلا پول هم نداریم. پس ببین با همین شرایط زمین مسابقه بعد ما به جای اینکه بیایم بهانه جویی کنیم باید تلاشمون رو بیشتر کنیم باشه. ولی خب رقبای ما پیشرفت‌های آنچنانی داشتن، با تیم‌های بزرگتر بازی کردن. ما هم خیلی دوست داریم، نامش هم هست، ولی هم آقای تاج، هیئت رئیسه، آقای نبی دبیرخون همه دنبال این هستن که بهترین بستر رو برای ما آماده کنن. ولی خب اونا هم با این شرایط، خب وقتی شما تحریمی پول به داده نمیشه، خب باید به جای اینکه بیایم بهانه جویی کنیم باید تلاشمون رو بیشتر کنیم و جای دیگه بتونیم جبران کنیم، در داخل زمین ما بتونیم کمبودامون رو جبران کنیم. انشالله شرایط هم خوب بشه، چه از نظر مالی، چه از نظر زیرساختاری، چه از نظر مسائل دیگه، که ما هم بتونیم با تیم‌های بهتری بازی کنیم. منم خیلی دوست دارم برم با آلمان بازی کنم، که همون که در گذشته هم اولین فرصت پیش اومد رفتم با مکزیک هم بازی کردم. الانم دوست دارم، ولی این شرایط مملکت ماست، باید با این کار کنیم. بیایم بگیم آقا این نیستش اون نیستش، همین مسائل میبریم داخل زمین. در باشگاه هم که من بودم همین بود دیگه، نه پول بود، حالا به غیر از 2-3 تا باشگاهی که بقیه باشگاه شرایط مالی خوبی نداشتن، بعضا تو شرایط جدول هم خوب نبودن، ولی ما نیومدیم، به جای اون اومدیم تلاش کنیم. الان ما باید همه با هم کمک کنیم، شما کمک کنید. انتقادی هست، نقدی هست، من ازتون ممنون میشم میگم، ولی انتقادی که تخریب کننده باشه که به درد نمیخوره. بیاین کمک کنیم، دست به دست هم بدیم. وظیفه ما اینه که مردم رو خوشحال کنیم، حالا تا لحظه‌ای که هستیم، و امیدواریم این اتفاق مهم هم بیفته که چون مردم ایران به جزء بهترین مردم و شریفترین و نجیبترین مردم هستن. حقش اینه که هم زندگی بهتری داشته باشن، هم آرامش داشته باشن، هم بتونیم از طریق فوتبال این عزیزان رو خوشحال کنیم. خب شرایط خوبیه به نظر من. بازی با بلغار به نظر من خیلی خوب بود واسه کل بازیکن‌های تیم ملی و کادرمون، بخاطر اینکه هم بیشتر هم دیگه رو شناختیم، همین که یه محک خوبی خوردیم توی زمین حریف. من فکر می‌کنم این اردو کمک میکنه که کنار هم دیگه به قولی لم هم دیگه رو بگیریم و قشنگ‌تر بشناسیم هم دیگه رو، بیشتر با هم مچ بشیم. امیدوارم از این اردوها بیشتر داشته باشیم و آماده بشیم واسه جام ملت‌ها ان شاءالله. حالا ما از روز اولی که یعنی کادر فنی جدید اومد، امیرخان قلعه‌نویی سرمربی شد و اولین اردویی که شروع کردیم هم قسم شدیم که از همون روز اول استارت بزنیم برای قهرمانی تو جام ملت‌ها و همه تلاشمون هم داریم می‌کنیم. بالاخره رقبای سرسخت و قوی هم داریم. همین بازی ژاپن و آلمانی که شما میگی 4 تا زد، ولی قطعاً اینجوری نیستش که ژاپن از الان بخوای قهرمان آسیا بدونی. قطعاً ما هدف گذاریمون همون تمام تلاشمون رو میکنیم، ولی خب کار سختی، واقعاً نیاز به حمایت و تلاش بی‌وقفه داره که میگم همه از فدراسیون، بازیکن‌ها و کادر فنی داریم این کار رو انجام میدیم و امیدواریم و هم قسم شدیم که این اتفاق بیفته و بتونیم امسال قهرمانی به دست بیاریم. میگم کار سختی، ولی ما همه تلاشمون رو میکنیم. من همیشه گفتم، همه جا هم گفتم، چه در پرسپولیس باشگاهی که بودم، چه در تیم ملی که به هر حال با برادرای خودم بازی کردم، مهم موفقیت تیمه. به هر حال هر بازیکنی که تیم ملی دعوت میشه کیفیت خیلی خوبی داره. حالا بچه‌ای که اسپوردید، شجاع، حسین، مجید، حالا بچه‌های دیگه‌ای که هستن و بودن، از کیفیت‌های خوبی برخوردار بودن و بسته به شرایط بازی و سرحالی بازیکن مربی تصمیم میگیره که بازیکن رو بذاره یا نذاره.
من چه بازی میگم، چه بازی بکنم چه نکنم، مهم خودم و تیم اینه که موفق بشه تیم. امیدوارم که همه در حد خودمون بتونیم بهترینمون رو بذاریم و تیم ملی نتیجه بگیره. ما فکر می‌کنم از شروع بازی ورز که شروع شد همه بچه‌هایی که تو زمین بازی رو شروع کردن انگیزه رو دیدید و موقعیتایی که از دست رفت و فکر می‌کنم شاید تا قبل از گل اول و دومی که ما زدیم فکر می‌کنم بازی بعد 2-0 3-0 به تیرک دروازه خود دروازه‌بانشون گرفت و فکر می‌کنم قرعه به نام من افتاد و لطف خدا بود که اون دقیقه حالا اون ضربه وارد چارچوب بشه و میگم فکر می‌کنم بهترین اتفاق فوتبالی من بود از موقعی که شروع کردم تا به همین الان و فکر می‌کنم تا اتمام دوره فوتبالم اون بهترین اتفاق برای خود من به شخصه بود و واقعا کل فوتبالم تو بازی‌های رسمی شاید 3-4 تا شوت اونم اتفاقی زده بودم و همون صحنه هم که تو بازی اتفاق افتاد هم مهدی ترابی هم رامین رضاییان عکساش هم هستش که اشاره می‌کردن که پاس بده و اصلا فکر نمی‌کردن که من شوت بزنم اونو و من خودم راستش فکرشو نمی‌کردم ولی میگم یه لحظه و یه تصمیم گرفتم و واقعا دیگه هیچیو نشنیدم اون لحظه که پاس بدم و اینا و شوتو زدم. میگم فقط لطف خدا بود دیگه که رفت گل، چون میگم من آدمی نیستم که مثلا هر توپی رو بگیرم شوت بزنم. میگم شاید تو کل دوران فوتبالم 3-4 تا تو بازی رسمی زدم ولی خب اون اتفاق افتاد و اوکی الان صحبت شد. اول از همه که خسته نباشید میگم به همه مجموعه تیم ملی بچه‌ها که خدا رو شکر می‌کنم یه اردو خوبی رو داشتیم با توجه به اینکه خب در حال حاضر سخته تدارک دیدن برای بازی‌ها. فکر می‌کنم که حداقل 2 تا بازی میتونه خیلی کمک بکنه برای آینده تیم ملی و اینکه فکر می‌کنم که اردوی خیلی خوبی بود. جا داره یه خسته نباشید بگم به کادر فنی، همه بچه‌ها که با همه توانشون اومدن تلاش کردن و امیدوارم که اردوی بعدی هم که توی مزنا هستش تورنمنت اردن که مطمئنا میتونه یه تورنمنت خیلی خوب برای ما باشه و 2 تا بازی خیلی خوب داشته باشه به تیم ملی و روند مثبتش کمک بکنه که ان شاءالله آماده بشیم برای بازی حریفا رو داریم می‌بینیم آسیا قرار است شرکت کنیم و اینکه حالا با توجه به بازی سایر تیم‌های آسیایی ما امروز مثل ژاپن، کره جنوبی علم و بهتر از متدارک دارن. مقابل آسیا به هر حال ببینید این یه سری مسائل هستش که امسال گریبانگیر کشور ما نشده و خب به خاطر یه سری مسائل حالا سیاسی یا هر چیز دیگه که هستش ما نمیتونیم سخت بازی تدارکاتی برای تیم ملی و این چیزی که ما داریم دست پنجه رنگ میکنیم باش، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که ما قطعاً اون پتانسیل رو بچهای ما دارن، قطعاً اون اعتماد به نفس و اون توانایی رو داریم که پا به پای تیمایی که با امکانات خیلی بالاتر از ما دارن آماده سازی میکنن بجنگیم و موفق بشیم و من مطمئنم که ان شاءالله. خب 4 تا زدیم. چه جوری زدیم؟ به من بگید چه جوری زدیم؟ به من بگید با کدوم طرح و برنامه زدیم؟ به من بفرمایید آنگولا که با 18 تا یار اومده 2007 تیم ملیش دچار مشکل هست. اصلا برای من مهم این نیستش که تیم آنگولا چیه ها، ولی اینا رو میگم که شما روشن بشید. میایم بدون تماشاگر برگزار میکنیم، بعدم شما طارمی داری، تو محبی داری، تو بازیکنانی داری که این بازیکنان آرزوی خیلی از تیماست. آقای قلنویی یه تیکه ورزش مردم رفت، از شما دعوت میکنم این یه تیکه ورزش مردم رو ببینید که راجع به تیم آقای قلنویی و تیم آقای کارلوس کیروش صحبت میکنه و مقایسه نفری میکنه. ملاحظه بفرمایید. یه شبه پرونده‌ای که به هر حال یه تغییراتی که از زمان کارلوس کیروش تا امیر قلنویی اتفاق افتاده، بعضی ها از تیم ملی خارج شدن، بعضی ها
وارد شدن. اگر که بخوایم اول به لیست خروجی ها نگاه بکنیم، به چند نام شاخص برمیخوریم. اول امیر عابدزاده که امیر عابدزاده الان پیشتر از کارلوس کیروش در زمان اسکوچیچ حتی به دروازه‌بان اصلی تیم ملی هم رسید. اما حالا اتفاقاتی که افتاد در زمان کارلوس کیروش بر اساس حالا مصدومیت بیرانوند و بازی که سید حسین حسینی کرد به نظر میسه که دروازه‌بان سوم باشه، اما در زمان امیر قلعه‌نویی به طور کلی از تیم ملی دور شد. ما الان میبینیم که در واقع دروازه‌بان شاید انتخاب ششم باشه. یعنی وقتی نگاه میکنیم که بیرانوند هست، پیام نیازمند، اخباری، سید حسین حسینی به خاطر بازی هانگژو و حسن پورحمیدی، دیگه به هر حال فرصتی برای امیر عابدزاده باقی نمونده در فعلا در تیم ملی. ابوالفضل جلالی مورد عجیبی. ابوالفضل جلالی پارسال کمتر بازی می‌کرد، در جام جهانی یه فرصت کوتاهی پیدا کرد، در اون 15-20 دقیقه فوق العاده درخشان ظاهر شد. امسال که بیشتر بازی میکنه اینور تو تیم ملی. دقیقاً. و کریم انصاری‌فر رو این توجیه رو میشه آورد، به هر حال در آستانه 34 سالگی، به هر حال شاید از اون فرم آرمانی خودش هم به دوره و به هر حال دیگه بازیکنی که به خصوص در زمان کارلوس کیروش حتی در دوره اسکوچیچ مهره ثابت تیم ملی بود، دیگه در فهرست تیم‌های ملی جا نداره. بسیار. اما فروردین ماه در واقع اواخر اسفند ماه یک فهرستی منتشر شد برای بازی‌های دوستانه فروردین ماه. ما چند تا چهره داشتیم که اون موقع دعوت شدن اما بعدش دیگه به تدریج از فهرست خارج شدن. میلاد زکیپور که در خود در واقع سالهای گذشته خدا آقای امیرخان بله همیشه یکی از مهره‌هاش بوده. بله، در گلگهر هم باهاش کار کرده. رضا شکاری که پارسال گلگهر بود، امسال به سپاهان رفته. عارف آقاسی که امسال فصل خوبی رو با تراکتور شروع نکرده و آرمین سهرابیان. به نظر میرسه اون جا موندنش از اولونگا در اون بازی دوستانه کار دستش داد و دیگه یه جورایی از اون فهرست فعلا کنار رفته. حداقل میشه گفت که آرمین و میلاد همیشه مرتوجهش هم به هر حال نگاه اینجا نگاه ملیه دیگه، یعنی یه قصه فرق میکنه. آقای یوسفی به نکته‌ای که اشاره کردید، یکی از حالا شاید ویژگی‌های مثبت کادر فنی تیم ملی این باشه که هم سرمربی تیم ملی و هم دستیارانشون مثل سعید الهویی، حمید مطهری در لیگ در سالهای اخیر کار کردن. دیگه این گزینه‌ای که در واقع این گزاره‌ای که ما این مربی خارجی از بازیکن‌ها ما شناخت کافی نداره وجود نداره دیگه. تک تک بازیکن‌های لیگ رو با دقت تمام میشناسن، با خیلی‌هاشون هم کار کردن. اما برسیم به فهرست خرداد ماه هم ما در واقع لیستی که آقای امیر قلعه‌نویی داد نام‌هایی می‌دیدیم که امروز دیگه خبری ازشون نیست. به شهاب زاهدی اشاره کنم که در دوره اسکوچیچ اولین بار به تیم ملی دعوت شد بعد از اینکه در اوکراین روزهای خوبی داشت، اما در این هفته‌ها در پرسپولیس موفق نبوده، گلی نزده، دعوت نشده. امیر حسین حسین زاده هم در واقع شرایطش مشابه با شهاب زاهدی داره، او هم در تراکتور اونطور که باید و شاید هنوز جا نیفتاده. به هر حال طبیعی هم هست، باشگاه تازه است و او هم ازش در واقع کنار گذاشته شده و ازش گذشتن. مهدی قائدی این در واقع شاید نکته عجیبی بود. به نظر می رسید که جا برای مهدی قائدی در تیم ملی وجود داشته باشه، اما به هر حال در این فهرست نیست. و سعید مهری امسال در واقع همین فقط در آخرین بازی استقلال برای دقایقی بازی کرد. اون موقعیتش رو به خاطر حالا مسائلی که وجود داشت و فسخ قرار داد که با استقلال دوباره برگشت. به هر حال چون در باشگاه بازی نمی‌کنه طبیعتاً در تیم ملی هم جا نداره. و بالاخره تازه واردهای فهرست جدید رو محمد دانشگر و از تنبیه انضباطی محمد حسین کنعانی زادگان سود برده در تیم ملی وجود داره. حتی میشه محمد حسین مرادمند رو هم در واقع در همین زمینه دید. دو مدافع میانی هستن که در فهرست جدید وجود دارن. میلاد سلک که سر دعوتش به تیم ملی خیلی سر و صدا وجود داشت، ولی خب
بعد این رو هم در نظر بگیریم. دو گزینه‌ای که در دفعات قبلی آقای قلعه‌نویی دعوت می‌کردن، امید نورافکن و محمد کریمی، هر دو هافبک میانی بودن، هر دو مصدوم شدن. اگر اونها سالم بودن و میلاد سلک دعوت میشد، در واقع حالا شاید اون شایبه ها تقویت میشد. اما آقای قلعه‌نویی هم خودشون گفتن که سلک در زمان اسکوچیچ بازیکن فیکس تیم ملی بود، در 12 بازی برای تیم ملی کرد و دعوتش به تیم ملی نکته عجیب و غیر منتظره‌ای نیست. و بالاخره محمد رضا اخباری که تیمش رو امسال تغییر داده، از تراکتور بعد از سالها رفتش به گلگهر، نمایش فوق‌العاده‌ای داشته و به هر حال به نظر میرسه که مستحق بود که در فهرست جدید. خب عادت کردیم آقای قلعه‌نویی بره آش به هم بزنه، فیلمشو بگیرن پخش کنند، ریا 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 ریا. آقا اینجا شده عقیدت سیاسی مثلا فدراسیون فوتبال، مربی هم خط میارن با دعای خیر مردم و با نمیدونم فلان. آقا ملل دیگه مگه خدا ندارن؟ اونها مگه خدا ندارن؟ اونها مگه مردمشون دوست ندارن تیمشون ببره؟ دهه 70 60 اواخر 60 و 70 کارتون فوتبالیست ها رو بنیانگذاری کردند برای ژاپنی ها. همون سالها دهه 80 90 میلادی من و مرحوم شفیع میرفتیم برای گزارش مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا. آقا اون موقع میگفتیم برنامه‌ریزی ژاپنیا و کره و عربستان سعودی و حتی عراقی که داشت با ما میجنگید چقدر بهتر از ماست، از لباسشون تا پاسکاریشون تا تدارکشون تا هتلی که براشون میگرفتن تا لوجستیکی که برای اینها داشتن، چه دیدارهای تدارکاتی که داشتن. هنوزم هر کی میکروفون میبره امیر قلعه‌نویی که دیگه اصلا داستان عوض کرده، برگشته میگه که استادیوم آزادی افتخار ملی است، آقای رئیس جمهور به دادش برس. آقا تیمت بچسب بابا، تیمت بچسب. آقای قلعه‌نویی بشین کار کن رو تیمت. آقا شما چرا عادت کردید که همه چی میدونید هیچی هم نمیدونید؟ کره و ژاپن و استرالیا و قطر و عربستان سعودی گلگهر و نساجی قائم شهر و نمیدونم زبان اصفهان نیستن ها. آقا من تایی دلم میخواد شما موفق شید. انشالله من روسیاشم، برای اینکه دلم شاد میشه تیم ایران ببره. ولی به من نگید که خوش حرف بزن. من چی رو خوش حرف بزنم؟ نیمه دوم بلغارستان ما رو له کرد، ما شانس آوردیم گل نخوردیم. آقا این تیم 2 تا جام جهانی رفته، 10 تا بازیکنی که تو جام جهانی بازی کردن در عین واحد داشتن بازی میکردن، جلوی اسپانیا، جلوی پرتغال، جلوی مراکش. اینا بازی کردن، اینا دیدار تدارکاتی داشتن با شیلی، با سوئد، با روسیه. اون روسیه‌ای که میزبان جام جهانی بود. بعد میاییم میگیم که با دعای خیر مردم و آقا کش دیدیم مردم بدبختو. میلیارد شما میگیرید، سفر شما میری، میلیون دلاری قرارداد بسته های قلعه‌نویی، سر مردم شیری میماری های قلعه‌نویی. آقای امیرخان کور شو اون کسی که حسادت بکنه. تو میدونی امیر جان، تو منو خوب میشناسی، ولی امیر جان این راهش نیست. این تیم که من میبینم روز به روز داره برمیگرده، ریست میشه به سیستم کارخونه، داریم برمیگردیم. این تیم شرایط خاص خودش رو داره از دست میده. ما حداقل میدونستیم که آندو تیموریان کجا باید بازی کنه، آندو که بازنشسته میشه میدونستیم جواد نکونام باید کجا بازی کنه. شما مثلا داری نوراللهی و آقای سعید عزت‌اللهی رو در نقشی به کار میگیری که اونا بودن. اول که میگفتی تهاجمی، مثل آقای عنایتی که به کالوسکیروش میگفت پلن بیت کو، پلن سید کو. تو که اصلا پلن نداشتی. یک تیم بی سر و ته، دفاع به هم ریخته، خط هافک به هم ریخته، مهاجمین در به در، دروازه‌بان پر اشتباه. دروازه‌بان هم تاثیر میگیره بازی تیمش. وقتی میبینه هر چی تو میفرسته تو بر میگرده،
خالد آبادی یهو میشه این خالد آبادی. حالا توی ملی ما هم همینه. با آقای پروین صحبت کردن و یکی 2-3 تا صحبت دیگه با هم دیگه ببینید. علی آقا یه مسابقه کرده بودین چند وقت پیش راجع به اینکه پرسپولیس حتما باشگاه النصر رو شکست میده. اون موقع علیرضا بیرانوند تو چارچوب دروازه بود، اما بعد از صحبت‌های شما بیرانوند هم ان شاءالله میرسه با امید خدا. اگرم یهو نرسه خدای نکرده بازم پرسپولیس میبره. در نبود آقای بیرانوند شما باز هم میگین که کریستیانو شکست میده. نمیشه که یه تیم فقط روی یه نفر حساب کنه. اگه میشه همچین کاری بالاخره بنا خوبه، ما نمیگیم خوب بدم، بهترین دروازه‌بان ایرانه، ولی یه موقع وقتی خدای نکرده مصدوم بشه باید که یه جاش باشه. ولی من میگم پرسپولیس هم تو جام لیگ برتر قهرمان میشه، هم تو اینو میبره النصر رو حتما شکست میده. پرسپولیس 5 بازی سخت داره تو کمتر از 20 روز. بعد از النصر باید با پیکان بازی‌ها سخته. پیکان و هم نسل همش سخته. یکی سخته. پرسپولیس با جام باشگاه آسیا نمیگم این النصر رو میگم. اینو میگم میبره. بعد تو شرایط فعلی که علیرضا بیرانوند داره به نظر شما بازی بکنه بهتره یا بازی نکنه؟ چون مسئولیتش خیلی جدی بوده. شاله یه مقدار خطرناک. اینجا وقتی کش بیاد اینا الان ممکنه با آمپولی خود دردش آروم کنن، ولی یه استارت بزنه یهو پاره میشه، همونجوری میشه. خدا کنه که ان شاءالله اونجوری صدمه نیده باشه، کم باشه. حالا یا بازی کنید بالاخره یک جاگزین دارن دیگه. حالا ممکنه مثلا 20% 10% اون کمتر باشه. همه تیمو شامل کردی فقط دروازه‌بان چسبیدی. چه خیلی مهمی هستش، پستی هستش که خیلی میگن اون شب هم واجب‌تره. پرسپولیس خوبه. شما دفاع پرسپولیس اگه خوب نباشه که اون گل نمیخوره برای اینه دیگه. اگه دفاعش ضعیفه که گل بخوره دیگه. پس بدونید که دفاع هم خوبن، هافبک هم خوبن. فوروارد هم به نظر من انقدر دنبال فوروارد نباشن. میتی ترابی و امیری بهترین فوروارد ایران هست. بعدم یه فوتبالیست باید همه جا بازی کنه. اینو شما یادت باشه. نه فقط بگم من هافبکم، من فورواردم، من دفاع. الان دیگه اونجوری نیست. من یه زمانی این کارو کردم، الان که دیگه هیچ. واسطه علی آقا یه صحبتی هم راجع به تیم ملیمون تو رقابت‌های المپیک داره بازی می‌کنه. تیم آقای رضا عنایتی مقدماتی المپیک امروز یه بازی خیلی حساس با ازبکستان، بازی آخرشونه. سخته، خود امید بازی سخته، ولی خب تیم ملی دوستانه است دیگه، نتیجه فرقی نمی‌کنه. ولی تیم امید به نظر من خیلی سخته، باید مواظب باشه. ببین چرا یه تیم فوتبال داره میره توی جا توی جنگ میخواد بکنه توی جا یه گلر داره، این اصلا خنده داره، یعنی واقعا اصلا یه جوکه. ولی وقتی صحبت میکنی میگه آقای ایکس مثلا اسم میبرم، من با یه تیپ دیگه میره آقای فلانی با یه تیپ فلان اومد یا آقای فلان اینجا، اینا همش مسئله است. ولی بیا نگاه میکنی یه گلر تیم ملی ما گلر بسیار خوبیه، من اصلا نفی نمیکنم آقای بیرانوند زخمی میشه، یه کاسه گرفتیم دستمون چه کنم بدیم. حالا من از شما سوال میکنم یه جوون 20 ساله کی وجود داره بذاره توی گل؟ یعنی خود آقای بیرانوند وقتی وای میسه تو گل من دقیقاً لمس میکنم، خودش هم باز اون استرس اون اولش داره. چرا؟ چون کارم این بوده تو این دروازه مثلا بازی خیلی بازی کردم ولی بحثم اینه که الان شما یه جوونو چند هفته میخوایم بزنید تو دروازه. ببخشید گفته بودن که علیرضا بیرانوند ممکنه، یعنی احتمال الان از 50% هم بیشتر شده که احتمال زیاد برسه بازی با النصر. شما به عنوان یه گلر اگر مصدوم باشین و بیارنتون با آمپول و قرص و هزار تا داستان دروازه‌بان پر اونم بازی با النصر مقابل کریستیانو رونالدو، اگر خودتون باشین این ریسک رو میپذیرین؟ ببین اصلا این صحبت که چون صحبت خیلی قشنگه، اصلا در با توجه به اینکه اصلا توی فوتبال یه خنده داره، اصلا بگه که من کشالام کش رفته ولی دستم اینجوریه ولی من میتونم این کارو انجام میتونم اون کارو انجام بدم، اصلا این غیر ممکنه. یا باید ببین دو حالت هم داره، من همیشه گفتم یا خیلی تمرین کرده بیش ازش کار کشیدن یا تمرینش کمه که کشاله کش رفته. حتما باید یه مشکلی توی تمرین بوده، متوجه شدید؟ مسئله داره. ولی اگه الان به هر ضربه خورده باشه کشالش کش رفته به تو نه باید بازی نکنه، چون اگه بخواد بازی کنه به تیم خیانت کرده. باز امیدوار به اون جوونه کنه ولی نشده. افتخار ماست بازیکن تیم ملی ماست، ما کیف میکنیم که ایشون بازی کنه با تمام وجود. پس شما اگه مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس بودین در این بحران زمانی اصلا نمیذاشین که علیرضا بیرانوند
مقابل النصر بازی کنم. ببین من اولین کاری که میکردم با دکتر تیم صحبت میکردم، بعدش با خودش صحبت میکردم، بعد علاوه رویه باهاش صحبت میکردم. اون تمام جو رو نگاه میکردم، همه رو زیر نظر داشتم، میدیدم، متوجه میشدم که بله ایشون با خودش هماهنگی میکردم دکتر میتونه یا نمیتونه. دو حالت داره، آره بله خیر. این مسئله خیلی ساده است، ولی این که صدمه دیده باشه بخواد بازی کنه بخواد فلان، این قصه ها نیست که بخوایم انجام بدیم. مثل کشتی نیست که پای چپش درد میکنه بسته حالا رو چپش میکشه عقب که نتونه بگیره. فوتبال شوخی هم نداره، داره النصر هم داره این کار میکنه. یک باره پرسپولیس، استقلال، تراکتور، پیکان همه شکایت کردند. از کی؟ از سپاهان. برای اینکه وقاحت رو آقای محمد رضا ساکت به جایی رسون، این تاجر آهنالات، این سرپرست قدیم تیم ملی که گهنکن میپوشید میومد تمرین میکرد با تیم ملی کیروشو، بعدم وقتی ازش آقای علی کریمی سوال میکنه آقا مدرکت نشون بده و تو چشش نگاه میکنه علی کریمی میگه تا شما هستید این فوتبال ما به جایی نمیرسه. راست گفتی آقای علی کریمی عزیز، راست گفتی آقای کریمی. وقاحت رو به جایی رسونده که مصاحبهش رو الان بخش میکنم. بعد از جلسه اول ببینیم شروع جلسه رو که یه گزارش از جاهای مختلف میگیرم تقدیمتون میکنم ببینید، بعدم پایان جلسه که آقای مددی حرف میزنه، آقای خطیر حرف میزنه، سایر دوستان. ولی آقای ساکت که میاد مثل رئیس جمهور همه رو میخواد نصیحت کنه. خدمت شما هستیم از ساختمان فدراسیون فوتبال، جایی که از ساعت 2:30 14:30 جلسه بسیار مهمی بین 5 باشگاه لیگ برتری و مسئولین کمیته انضباطی برگزار شده، البته با حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور. استقلال، پرسپولیس، تراکتور و پیکان 4 باشگاهی هستند که به سپاهان ایراد وارد کردن به دلیل حالا عدم رعایت قوانین جدید مربوط به سقف بودجه که معتقدن سپاهان یه جاهایی بیشتر از اون حالا قراردادی که باید هزینه کرده و یه جایی هم حالا از بندهای ارزی و دلاری استفاده کرده که باعث شده اون قوانین جدید به چالش کشیده بشن. در مقابل سپاهان هم توی دفاعیاتی که داشته توی هفته‌های اخیر بارها تاکید کرده که ما در چارچوب قانون عمل کردیم. البته که با بارها هم آقای ساکت و دیگر مسئولان تیم فوتبال سپاهان و باشگاه سپاهان گفتن که این قوانین باید اصلاح بشه و خیلی ایراد داره، همونطور که خود ممنوع کردن. بابا ممنوع کردن. من اصلا صحبت نمی‌کنم. چی شد آقا نتیجه؟ آقای خطیب. یعنی چی ممنوع کردن آقای خطیب؟ ممنوع کردم به خدا. چی شد جلسه؟ شما این شکایتی اومد که اتفاق خوب ان شاءالله یه رأی خوب کمیته انضباطی، یعنی به نفع این 4 تا تیم نمیدونم در شأن فوتبال ایران ان شاءالله. شما چون تو برنامه فوتبال برتر گفتین که مشخص شده مهرس شده این تخلف، حالا ان شاءالله کمیته چیز شما هم صحبتی داشتید به خدا به آقای خطیب، شما خودتون صحبت بحث تئاتر چون به بحث حقوقی اونجا به نتیجه رسیدید موضوع ان شاءالله قرار شد کمیته انضباطی بررسی کنه یه رأی در خور شأن فوتبال ایران بگیره. بابا چقدر امیدوارید که تو این جلسه بذار بره برنامه. خدمتتون عرض کنم که مطالب مربوط به جلسه رو که خب ممنوعیم معذوریم از گفتنش، حالا خود کمیته محترم انضباطی استدعا کرد، فرصت کافی برای دفاع در اختیار همه طرفین قرار داد. مواضع باشگاه پرسپولیس هم که خب از سوی مدیر عامل محترم باشگاه معاونت حقوقیش ارائه میشه و مدیر رسانه‌ای باشگاه. اون چیزی که من از طرف خودم به عنوان نماینده باشگاه که حاضر در این جلسه بود میتونم خدمتتون عرض کنم، همونطوری که وضع مقررات مالی و تدوین مقررات مالی موجب عدالت و جوانمردی در فوتبال میشه، قطعا نادیده گرفتن اون نقض اون هم موجب نقض عدالت و در واقع بی‌طرفی میشه. ماده 51 مقررات و اینا هم انضباطی در مورد این مسائل صحبت کرده، ولی من مطمئن هستم که کمیته محترم انضباطی بهترین تصمیم ممکن رو با توجه به شرایط پرونده انشالله میگیره و به اطلاع اسباب مترسانه و مربوط تمام شاکی‌ها، یعنی باشگاهایی که شاکی بودن به انضمام نماینده کارگروه ناظر بر نقل انتقالات میتونستن 5 دقیقه صحبت کنن. بعد از اون 4 تا 5 دقیقه 20 دقیقه اجازه دادن باشگاه سپاهان صحبت کنه.
باشگاه سپاهان هم در رابطه با موضوعاتی که در واقع گفته بودن صحبت کرد که ما به جزئیات نمی‌پردازیم. بعضی اون افراد حقوقی که به همراه باشگاه ها بودن، اونا هم نفری 3 دقیقه صحبت کردن که 12 دقیقه دیگه باز مجددا به باشگاه سپاهان وقت داده شد که هم مدیر عامل محترمشون هم افراد حقوقیشون در رابطه این موضوع بپردازن. قرار شد که جزئیات جلسه رو بیرون در واقع گفته نشه، به خاطر اینکه رأی احتمالی هر چه هست تحت تاثیر قرار نگیره و به همین دلیل من فکر کنم که این تصمیم هم تصمیم درستی بود. جلسه رو آقای دکتر حسن‌زاده خیلی خوب اداره کردن، یعنی فرجه زمانی رو خیلی خوب زمان بندی می‌کردن و طرفین صحبت کردن. باشگاه شاکی سر صدا نه، اصلا سر صدا نه. باشگاه شاکی معتقد بودن که سپاهان سقف رو رعایت نکرده، قراردادایی که برای سال اول و دوم نوشته با هم دیگه در واقع فاصله زیادی داره. باشگاه سپاهان هم میگفتش که نه، ما در رابطه با این موضوع ما تدبیر کردیم و این تدبیری که ما کردیم اسمش در واقع دور زدن مقررات نیست و اوشون هم دفاعات خاص خودشون داشتن. برخی از اسناد مدارک هم توسط کمیته انضباطی نشون داده شد، اونا هم دفاع کردن. برخی از موارد هم ما گفتیم، اونا هم در واقع بهش پاسخ گفتن. دیگه نخواهید من چیزی بگم. گزارششون تصویرشون در راستای موفقیت فوتبال ملی و باشگاهی. جلسه کمیته انضباطی با حضور اعضای محترم تشکیل شد بنا به توصیه و دستور مؤکد ریاست جلسه. قرار شد که از محتوای جلسه، مبانی مطرح شده، دیدگاه‌های مطرح شده، هیچ عزیزی صحبت نکنه و من هم کاملا امیدوار هستم که آنچه که در سال اول این دستورالعمل‌ها و این ریلگذاری‌های جدید اتفاق میفته به ارتقای فوتبال ملی و باشگاهی کشور منتج بشه و دور از همه مطالب، مسائل، تحلیل‌ها، دیدگاه‌ها، صحبت‌ها، کنایه‌ها ما شاهد اقدامی باشیم در راستای اعتلاء فوتبال ملی و باشگاهی کشور. از شماها هم این توقع میره که بپردازیم به اینکه فوتبالمون رو بیشتر تقویت کنیم و حواشیش رو کمتر بهش بپردازیم. اون چیزی بوده که به ما گفتن که میتونیم اینجا در جلسه در محضر شما داشته باشیم. آقا چقدر تونستید؟ صمیمانه از حضور شما و از پیگیری‌های شما سپاسگزارم. فقط استدعام باز اینه که برادرانه و با یک نگاه همه جانبه ملی دور از هر گونه تمایلات خاص هممون به اصل فوتبال بپردازیم. آقا تو رو خدا نرین سلام حسن‌زاده. شما خوبه، خسته نباشید. جلسه طولانی ببینید 1 دقیقه اگر تایم بیشتر شد و این است بفرمایید. شما سوالم نمیپرسیم، شما بگید. لطفاً اظهاراتشون رو دادن، بریم ببینیم که حالا چه نتیجه‌ای میاد. مشخصه کی حالا رأی یا هر چیزی مباحثی که 4 باشگاه حالا شکایت کرده بودن، شکایتشون مطرح کرده بودن، این دستور اثبات رسید آقای حسن‌زاده، یعنی تخلفات باشگاه سپاهان محرز بود برای من توضیح بدم. دوستان فکر می‌کنن که مثلا بحث بازیکن غیر مجاز اون مقید به زمانی که هیچ باشگاهی رعایت نکرده. اساسا بحث بازیکن غیر مجاز و اینکه ما به باشگاهی امتیاز بدیم کلا بحث تهاجر مطرح بود، یعنی باشگاه سپاهان امتیاز بدیم بس احتمالاً جریمه نقدی باشه. جریمه نقدی چه تخلف هست نیست و چه تصمیمی گرفته میشه با اعضای کمیته است. یعنی ولی اینکه به باشگاهی امتیاز داده بشه کلا یعنی 3-0 و اینا این مستندات اون باشگاه از کجا داشتن؟ مستنداتی در اختیار سازمان لیگ بوده. باشگاه از کجا مستندات؟ چطور شکایتی داشتن که باشگاه سپاهان نقض مقررات کرده. شکایتشون کلی بدون مستندات. مرسی متشکرم. بمونی که حق
بلا رو بیارین سر سپاه با سکوت و با خیانت زنده رویم دیگه مرده لعنت ما به اونی که حق ما رو زوری خورده. مشاهده کردید آقای ساکت از چه موضع بالایی صحبت میکنه. من حالا میخوام بگم که فقط ساکت نیست، اما ساکت دیگه رکورد گینس رو زده تو ایران. یعنی رکورددار فراوده، رکورددار این است که زیر رو بکشه، بالا پایین بکنه، بازیکن بخره، پول دولت خرج بکنه. حالا خدا میدونه چه چیزای خودش داره، بماند من اصلا شخصی نمیخوام حرف بزنم. اما نگاه بکنیم آقای درویش رفیق سالهای دور بنده که ایشون بسکتبال میکرد، دوربر علی آقای پروین بود با آقای مایلی کوهن، هر جایشون بود این دوتا هم بودن، آقای پروین بود آقای مایلی کوهن بود، بغلش هم آقای درویش. حالا آقای درویش میاد میگه ما پول بطری آب نداریم و پول بچه ها رو نمیتونیم بدیم و بچه ها دارن انتصاب میکنن. و یادتونه دیگه مصاحبهشو پخش کردم، اومده بودن صحبت کرده بودن که آقا ما وضعمون چی خواهد شد، ما پول نگرفتیم، از پارسالمون مونده. حالا تو چطوری میری بازیکن میخری آقای درویش؟ اینو به من بگو. آقا شما پولی که به آقای یحیی گل محمدی دادی بیامان بوده. من باور بکنم تو به بیرانوند این پول دادی؟ نه، من هیچ کی دیگه باور نمیکنه. میریم آقای زنوزی، بازیکنانش رفتن در زراعت بانک ترکیه پول گرفتند، پول کارگزار دادن، پول ایجنت دادن، دلاری حساب کردند. زبانه نگاه میکنی همینه، گلگوهر رو نگاه میکنی همینه، مصر رفسنجان رو نگاه میکنی همینه، نساجی قائمشهر رو نگاه میکنی همینه. 2 تا تیم عزیزانم، 2 یا 3 تا تیم، شاید مثلا صنعت نفت خیلی ضعیف، فولاد هم همچنینه. فولاد این مربی که آورده کجا آورده؟ البته حق فوتبال خوزستانه که همچین مربی داشته باشه، نه اینکه علی منصوریان بره. خب ولی شما بیایید دقت بکنید، ببینید داستان آخه چیه. اولا سقف اشتباه بود، این سقف خیلی بالاتر میشد. در جامعه‌ای که مردم ندارن ولی فوتبالیست‌ها دارن خرج میکنن دیگه. بعدم آقای رئیس جمهور میاد اون حرفا رو میزنه که ورزشگاه ملی بده 30,000 میلیارد تومان پول میخواد. ایشالله که درست بشه، ایشالله که درست شه آقای رئیسی، که شما رو آقای رئیسی آقای قلعه‌نویی تایید فرمودند، آقای قلعه‌نویی تایید فرمودند، آقای علی پروین هم که در صف اول نشستن و بله دیگه. بعد اومدن مصاحبه کردن گفتن ما به النصر نمیبازیم، ما بیرانوندم نواشه ما نمیبازیم. آخه یکی نیست بگه که آقا عزیز داداش ما چه علمی میگید؟ آقای روشن اونجوری حرف میزنه، علی آقای پروینم اینجوری حرف میزنه. اصلا صحبت های دهش است، دنده عقب گذاشتیم، با سرعت نور داریم برمیگردیم. ما خاطر دوستیم و مرد پرست دیگه، داریم برمیگردیم به عقب. من چی بگم؟ ملوان و استقلال خوزستان ندار بودن، نتونستن کاری بکنن، بقیه همه عدم به واقع زیر رو کشیدن. خب این چه فوتبالی آقای تاج؟ آقای تاج این تیم ملی دیما گردن ما رو میاره پایین. من اگر تا الان شک داشتم الان 95% میگم، 5% خدا کنم حادثه ای که بایستی اتفاق بیفته برای ما به نفع ما، یعنی خدا واقعا بشه خدای ما، دعای خیر فقط بشه برای ما، برای که ما نه شیوه تاکتیکی داریم، ما نه کار دفاعی خوب بلدیم، نه داستانهای جمع و جور کردن تیممون خوب بلدیم. حالا با توجه به این داستانا اجازه بدید از تیم ملی برم پرسپولیس چند سال قبل با النصر بازی داشت. خاطره بازی بکنیم دیگه، یه چیزایی رو تقدیمتون بکنم که الان تو دسترس نیست، نیاییم یه چیزای دیگر رو براتون پخش بکنیم. بریم ببینیم اون موقعی که کریس رونالدو نبود و سادیو مانه نبود و این فوتبال عربستان این همه هزینه کرده بود، اون موقع هم هزینه کرده بود ولی اینجوری هزینه نکرده بود. حالا خدا به خیر کنه سپاهانو، خدا به خیر کنه نساجی رو، خدا میدونه ده بس. تراکتور که نیامده رفت آچ. حالا امیدوارم که خدا حرف دل آقای پروین بشنوه دیگه. آقای پروین که این روزها یک بیزنسمن
شیشدونگ هست، همه هستند. خب به هیچ کی اطمینان نکنید، به هیچ کی اطمینان نکنید. دوران قهرمانی و جوانمردی مرد. بریم پرسپولیس النصر قدیمی رو ببینیم. پرسپولیس دیشب النصر رو برد و فینالیست شد. اما حریف اونها در فینال فقط النصر عربستان نبود. دلارهای سعودی و لابی AFC هر کاری کردند تا نماینده عربستان فینالیست بشه، اما نشد. النصری‌ها با این پنالتی به برد امیدوار شدند. نظرت بگو راجع پنالتی دادن. چه حسی داشتی؟ والله گفتم باختی. همه میگن تقصیر بشه. اما دعای مادر آل کثیر که به ناحق از بازی محروم شد و دعای همه مادران، پدران و مردم این سرزمین باعث شد مهدی عبدی پیام‌آور شادی ایرانی‌ها بشه. بازی به وقت‌های اضافی کشیده شد. حتی آخر وقت اضافه اول احسان پهلوان هم اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره بشه. اما النصری‌ها اسیر تاکتیک یحیی گل محمدی شدن و بازی به پنالتی کشیده شد. ضربات اول، دوم و سوم هر دو تیم گل شد. پرسپولیسیا پنالتی چهارمشون را گل کردند. اما حامد لک پنالتی ستاره گرون قیمت و برزیلی خط دفاع النصر رو گرفت و شجاعی کار رو تموم کرد. علي شجاعي حطها وخلاص، خلاص بيرسيبوليس الى النهائي. Thank you fans for your supporting and happy this final to you and we give our heart to you. Thank you. تعرض خلال 22 يوم 7 مباريات. اگه ما برابر النصر 90 دقیقه هم 10 نفره بودیم، این تیم نمیتونست به ما گل بزنه. ما تیم برتر میدون بودیم. این پیروزی بزرگ رو به هواداران تبریک میگم. امیدوارم در فینال سربلند باشیم. خیلی تنها بودیم، خیلی سختی بهمون، روزای سختی برامون گذشت، ولی به همدلله وقتی نتیجه بگیری همه چی. مبارک همه هواداران. حالا سرخپوشان 76 روز وقت دارن خودشون رو آماده بازی فینال کنن. فینالیست دیگه از شرق قاره انتخاب میشه. ادامه بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق قاره هم قراره از 28 آبان رو به صورت متمرکز برگزار بشه، اما هنوز میزبان این رقابت‌ها مشخص نشد و گفته میشه شاید بازی‌های منطقه شرق هم به میزبانی کشور قطر برگزار بشه. يحيى محمدی هوشیار موقع تیم اینا به گل توی دروازه یحیی گل محمدی حساب کاری 1-1 میکنه. گل محمدی با بازیکناش صحبت میکنه. دیدید پرسپولیس النصر رو زد و اومد بالا. دم بچه هم گرم. همین مربیان، همین بازیکنان، برانکو یا گل محمدی زحمت کشیدن برای این تیم. آرزوی موفقیتشون رو دارم. اما سقف قراردادها این سقف کانورتیبله. خب این سقف کانورتیبله، کروکیه به واقع.
میره بالا. فدراسیون فوتبال هم گویا اینجا میخواد همه رو 3-0 بکنه. خب بکنید، فوتبال تعطیل میشه. نمیشه آقای تاج، نمیشه. این سقفی که شما گذاشتین نمیشه. چشم هم چشمی تیم ها، اون هوادار داره، هوادار پولدار داره، پول بهش میده. اون یکی زراعت بانک داره، آقای ساکت در آلمان رفقای تاجر گنده داره، اینجا هم پول نده اونجا پول میده. یادتونه پیرن آدیداس رو رفتن با منت و اینا، تاجر آهنالات آقای ساکت بر تیم ملی آقای کیروش خریده بود دیگه، یادتون که هست. خب شما نمیتونید اینا رو جمع بکنید. فولادم که ماشاءالله چپش قوی، آقای مدیر عامل نساجی هم میگه من به حمایت هیچ که در قائمشهر در مازندران اعتماد ندارم، برای اینکه مازندران یک ورزشگاه 25000 نفری برای فوتبال نداره. حالا ایشون هواپیمایی وارشو داره. در ایران هواپیمایی ایرلاین هوایی کسی داشته باشه شما خودتون بگید که، ولی حداقل خدا پدرشو بیامرزه که میگه تیم آکادمی درست کردم برای نساجی و میخوام نساجی بکشم بالا. پس این حرف آقای تاج و آقایانی که نشستن یا کاسبیه یا خواستن مهار بکنن، مثل قضیه حجاب اجباری. یه زن و بچه مردم این وسط دارن تومونشو میدن. نمیخوان مردم، آقا باشگاه هم نمیخوان، هر کی میخواد تیمش اول بشه. نمیتونید به اجبار این کارو بکنید. آقا اروپا فرپلی که میذاره، آقا ما این فرپلی با چی میذاریم؟ وقتی بازی پرسپولیس استقلالو بدون تماشاگر برگزار میکنیم، رایت تلویزیونی هنوز نرسیدیم بهش، اومدن گفتم میخوایم رایت بدیم، آقای غالیباف اومده گفته که بیایم بشینیم 50 مینوت تلویزیون و فدراسیون فوتبال. آقا تلویزیون خریدار فدراسیون فوتبال و باشگاه فروشندن، درآمد باشگاه ها رایت 50 درآمد یعنی چی؟ آقای تلویزیون بیا پکیج بخر، بازی پرسپولیس اینقدر، بازی استقلال اینقدر، بازی زبان اینقدر، سپاهان اینقدر، تراکتور اینقدر، ملوان اینقدر. داری برنامه‌هاتو پر میکنی، بعد بفروش به صاحبان صنایع و تبلیغات. سرنا رو از سر گشادش میزنیم عزیزان من. اما برسیم به این که 5 روز دیگه بازیه. رونالدو، نیمار و مانه در کمتر از 15 روز به تهران میان و کسی چون بنزما و کانته هم به اصفهان میرن تا هیجانی شگفت‌انگیز فوتبال ما رو در بر بگیره. جدای از این هیجان اما هممون نگرانیم و البته نگرانیمون از جنس فوتبال نیست. نگرانیمون از جنس زیرساخت هاست که نکنه آبرومون بره، که نکنه ورزشگاه پیر آزادی امکاناتش شأن و شخصیت فوتبال ایران رو پایین بیاره یا چمن نقش جهان سرشکستگی باشه برای فوتبال ما. دغدغه‌ای که احتمالاً مسئولان تراز اول کشور هم اونو درک کردن. البته من برای ورزشگاه آبرومند در شأن و منزلت قهرمانان ملی و اینکه بتونه میزبان مهمانان خارجی باشه، یه ورزشگاه در شأن در تهران شکل بگیره، ورزشگاه کاملا جامع رو کاملا موافقم و این رو معتقدم باید دنبال کرد، ولو به این که هزینه داره، اما اینجا هزینه نیست، سرمایه گذاری است. رئیس جمهور درست میگه، این هزینه نیست، یه سرمایه گذاریه، سرمایه گذاری که کشورهای عربی از سالها قبل روش انجام دادن و گاهن نتیجهش رو هم گرفتن. احتمالاً در خبرها شنیدید که النصر نه تنها تونست در کمتر از 8 ماه پول خرید رونالدو رو به جیب خودش برگردونه، بلکه باقی 16 ماه قرارداد رونالدو هم تماماً میشه براشون سود. دردناکه که تو این روزا ما هنوز درگیر تعمیر و مرمت ورزشگاه آزادی هستیم، ورزشگاهی که باید جور میزبانی از چند تیم رو بکشه. بی‌تعارف بگیم که داره حسودیمون میشه به کشورهای دور و اطراف خودمون. همین عراق رو نگاه کنید، 4 تا ورزشگاه مجهز در حال ساخت یا به بهره برداری رسیده دارن که قرار اونها رو چهره کنه برای رویدادهای فوتبالی. ورزشگاهایی مثل بصره، کربلا، نجف و حتاجیات بغداد. واقعیت اینه که عربستان، قطر، امارات، عراق و حتی کویت دارن سرمایه‌گذاری‌های عجیب و غریبی رو فوتبال و زیرساخت‌های اون انجام میدن، چرا که میدونن به این وسیله میتونن راحت‌تر کشور خودشون رو به دنیا معرفی کنن.
ژورنال معتبر بولدینگ اند انوایرمنت که در حوزه عمران و توسعه مطالب تخصصی ارائه میده چندی قبل اعلام کرد که عربستان در حوزه توسعه و ساخت ورزشگاه‌ها 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده، قطر 6 میلیارد دلار، امارات و عراق 3 میلیارد دلار و کویت 2 میلیارد دلار دارن هزینه میکنن تا ورزشگاه‌هایی مناسب داشته باشن. اما ساخت یک ورزشگاه مجهز طبق اون چیزی که رئیس جمهور وعده دادن چقدر هزینه میتونه رو دست ایران بذاره؟ قطر بین سالهای 2017 تا 2021 6 ورزشگاه برای جام جهانی ساخت که 3 میلیارد و 670 میلیون دلار رو دستشون هزینه گذاشت، یعنی به طور میانگین هر ورزشگاه حدود 600 میلیون دلار. با پول الان خودمون میشه 30,000 میلیارد تومان. البته ما میتونیم در تهران مجموعه ورزشی دیگر هم به استاندارد جهانی برسونیم که هزینه کمتری برای ما داشته باشه، مثل ورزشگاه تختی که در منطقه‌ای قرار داره که به دلیل داشتن ارتفاع زیاد نسبت به مرکز شهر، شیب کم و یک نواختی زمین به طرف کوه و خصوصا فضای آزاد و باز میتونه موقعیت‌های مناسبی برای توسعه داشته باشه. امیدواریم با همه استعدادهای ورزشی که در کشور ما وجود داره استعداد ساخت و شکوفایی این استعدادها هم وجود داشته باشه، چرا که قهرمانان این سرزمین نشون دادن با همه این کمبودها باز هم توانایی درخشش در دنیا رو دارن. تا کی مار رو میکشیم؟ تا کی؟ سرتون درد آوردم، من رو ببخشید، نه منم دارم وظیفه خودم میدونم دیگه توی این سالهای آخر عمرم واقعیت بهتون بگم، واقعیت این رو بگم که در فوتبال ما دروغ بیداد میکنه، پول بی امان داره رد بدل میشه، بی امان، و به من و شما دروغ میکرد. منی که اگر یک روزی امضا نمیکردم بازی پرسپولیس استقلال برگزار نمیشون، چون اگر شبکه 2 پخش نمیکرد فوتبال برگزار نمیشد، شورای تامین شهر قبول نمیکرد. پس یک چیزایی رو از سالینیا قبول کنید، سالینیا رو نبندید به این که با امیر قلعه‌نویی بده، امیرخان فلان میشه، با فلان کس حرف نزن. پس به کی حرف بزنم؟ پس بشینیم همینو تحمل بکنیم. تیم المپیک بابای، خب جام ملت هم که به نظر من بابای، خود دانید، از من گله نکنید، برید بچسبید ببینید که کیومرث هاشمی چی میخواد بکنه. نمیدونید چه خبر بود تا کیومرث هاشمی معرفی شد، نمیدونید کیا خیز برداشتن، مرکز و منبع پوله، از ورزشگاهایی که اجاره میدن، استخراجی که اجاره میدن، عنوان مربی میدن، رئیس هیئت میدن، مدیر کل تربیت بدنی میدن. وای وای وای، من از چی بگم؟ خدای خودت کمک کن. سربلند باشی هموطن، آرزومند سعادت و بزرگی ایران و ایرانی رو دارم. خدا یار و نگهدارت.